برای اولین بار و آخرین بار در ماشینتون رو خودتون ریگلاژ کنید، بدون هزینه، بدون دردسر، با این روشی که من براتون توضیح میدم. اگر از نزدیک ببینید، دوربین اینجا رو نشون بده، ببینید این قسمت در بیرون زدگی داره و از قسمت جلو ببینید از اینجا کلاف در و سقف حداقل 1 کلید فاصله داره. از همین قسمت گرد و خاک میاد، باد میاد، سوت میکشه در و تو اتاق صدای بدی میاد. حالا ما این روش بهتون میگیم که خیلی راحت خودتون بدون هزینه در ماشینتون رو ریگلاژ کنید. بریم تا ادامه داستان. ببینید این فاصله رو با اون قسمت رو ما می‌خوایم درست کنیم. اولین کاری که می‌کنید اینه که شیشه ماشین رو میارید پایین، چون می‌خوایم تا به اینجا هم بگیریم و این فاصله کم بشه. حالا شما میایین این قسمت، اگر دوربین از اینجا نشون بده، شما یه تیسی برمی‌دارید، برای ماشینای پژو استفاده میشه بیشتر. اینو 2 خونه شل می‌کنید و با چکش آروم سفتش می‌کنید. و از این قسمت اگه دوربین نشون بده، کلافو میگیرید به سمت داخل بدن. ببینید به سمت داخل. خیلی راحت تابش میدیم به داخل. فقط باید شیشه پایین باشه یا شیشه بالا نباشه این کارو بکنید، شیشه میشکنه. خب حالا ببینید در نزدیک شد، قشنگ اوکی. از این ورم اگه دوربین نشون بده از جلو کامل در کیپ شده و هیچ فاصله دیگه نداره و شیشه هم به راحتی میاد بالا. ببینید اینجا هم در راحت باز بست. امیدوارم که به درتون خورده باشه.